خب امروز میخوایم در مورد یک سری از عفونت‌های بسیار شایع در فصول گرم در مناطق گرمسیری صحبت بکنیم. همین که میدونید پوست ما 3 لایه داره: لایه اپیدرم، درم و هایپودرم. عفونت در لایه اپیدرم رو ما بهش میگیم زرد زخم. زرد زخم که عاملش عمدتاً عفونت‌های استاف هستن، معمولاً به صورت یک سری تاول هایی که خیلی زود پاره میشن کراسته میشن. یک کراسته زرد رنگ معمولا در بچه هاست و در مناطق گرمسیری و در فصول گرم سال. عفونت ها بسیار سطحی هستند. یه دلمه چرکی زرد رنگ که اسمش هم رو به خاطر همین گفتم زرد زخم بهش، معمولا اطراف دهان یا اطراف بینی در کودکان. عاملش استافیلوکوک اوروس هست. خب عفونت بعدی درگیری لایه درم هست. بعد از اپیدرم ما درگیری لایه درم داریم. این معمولا عفونت های استرپتوکوکی هستن و عاملشون، عامل ایجاد کننده استرپتوکوک هست در قسمت های فوقانی درم که بهش میگیم باد سرخ یا اریزوپلاس. این عفونت ها در گذشته عمدتاً در افراد مسن و بر روی گونه و صورت بود که از یک طرف شروع میشد، از پل بینی رد میشد به سمت مقابل میرفت. این عفونت ها رو عامل ایجاد کننده‌شون عمدتاً در 99% موارد استرپتوکوک هست. ولی امروزه اینها رو ما در شرایط دیگه ای داریم. در افرادی که اختلال درناژ وریدی داشته باشن، مثلا افرادی که دچار واریس باشن. عفونت خیلی شایع دیگه که عمدتاً منجر به بستری میشه در نسج نرم درگیری قسمت‌های پایینی یا تحتانی درم هست که اینها معمولاً عاملشون هم میتونه استاف باشه و هم استرپ در بیشتر موارد، و غیر از اون میتونه مواردی مثل گرم منفی ها و بی‌هوازی حتی تو شرایطی مثل مریضای دیابتی. درگیری عمدتاً در اندام ها هست، هرچند در بچه ها ممکنه در صورت هم باشه، اندام تحتانی، و میتونه به دنبال یک عاملی باشه مثل گزش حشرات، به دنبال زخم‌های دیابتی ممکنه باشه و انواع تروماها و جسم خارجی. میتونه این عفونت رو ما داشته باشیم در تمام سنین میبینیم، هرچند در تمام فصول عمدتاً در اندام ها